حضرت امام ابو حنیفه را مناقبش ابو زهره میبیاره که یکی از یهودیای همسایه‌اش میگه بیا مسلمان شو. حضرت وقت بیمار به قصه دروازه میگه نه من مسلمان نمیشم، من با یهودیگی خودم میمرم. گفتن آخر عمرم باشه اقلا کلمه توحید گو، خی شاید همین هم دستگیر شود در قیامت خیلی اعمالی مقصد گناه تا سبک نه. گفتن میترسم اسلام. گفتن چرا میترسی دین رحمت؟ گفتن آخی اون مسلمانی که در چهره خودت میبینم حضرت امام، من از عهده این مسلمانی نمیبرم. اون مسلمانی که در بازار بغداد میبینم من بیزارم از مسلمانو. من در چهره شما اسلامی را که دیده هستم من نمیتونم ایده خیلی اسلام برام آمده. من خیلی مسلمان شدم نمیتونم آخی. تمامی پونکتا را من در وجود شما میبینم، من میدونم اسلام چیه. لیکن اون اسلام مسلمانی که در بازار بغداد میبینم من در کار نیست خالی مسلمانی. اینش تهمت کرده است، اینش دسیسه کرده است، اینش در شکست اینش در حق خودش بخیلی کرده است. تمامی جزا و جنایت امروز است بوده در بین بازار عراق. ما در سر مسلمانان بین دیگرش میبینم. ما در خیلی اسلام در کار نیست حضرت. من ایده خیلی اسلامی که همون من بیزارم یهودیگی خودم خوبه. لیکن او چهره که در چهره شما میبینم او اسلام من از ایده اونا میبرم. یا او چهره که در چهره پیامبر مثلا که اسلام وصف میکنه ما از ایده اونا میبریم. من میترسم ای اسلام. ای بر اسلام ببینید که چقدر پونکتا نسبت یکدیگریش داره که ما باید مسلمان باشیم. هیچ یا که باشه برادر، ولی ما باید یکدیگری ما را برادر نگوییم. حتی در دیگر حدیث گوهربارشون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما گردن شما را نه یهودیو میبرن نه مسیحیو، شما خودتون گردن یکدیگریتون را میزنید. در کتاب فتنه امام بخاری حدیث میبیاره. گفت شما را یهودی‌ها و مسیحی‌ها نمیکشن، شما خودتون گردن یکدیگریتون را میزنید. نخواه که مسلمان گفت اینمی چیه؟ همه حسد اینمو کینه، اینمو شکست دادن مسلمان این همینه. شما اهمیت دادگی باشید. برای همین برادرها این پونکت‌ها را زنده کنیم. همیشه و همیشه کوشش کنیم که اینما المؤمنون اخوتون اینمی معنی داره. مومنین خدا برادری یکدیگری این گپ نیست. ان ایو را باید زنده کنیم. پیامبر گفت برادریتون اثبات کنه برادریتون. چه برادریتون معلوم کنه. بیا امروز برادریمون در معرض بیاریم که ما چه برادریم. نشون تیم با سلاممون، با علیکمون، با خبرگیریمون، با مهربانیمون، با شفقتمون، با امید کردنمون باید ما چیکار کنیم؟ نشون تیم و برادریم. انامیه اسلام، انامیه برادری. هدیه حسد کردن نکنین، شکست نخورین مسلمان در حقش، کینه نورزین، صلح کنین، اصلاح کنین مسلمان. سلام علیکم خطی مسلمان بیمارش خبرش گیرین، جنازش فهمیدین حتما رفته جنازش خونین. این حالی من نه تشکر گفتم. حتی علما تا 40 حقوق آوردین درباره اینما المؤمنون اخوتون، مسلمان و برادری یکدیگرن. این اکنون برای همین خداوند همیشه برادری ما را قوی کنه. قسم به خدا کسی که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله آدم میگفتگی را حرمت نکنه، نزد الله جواب میتیه. و پیغمبر نمین 13 سال در مکه برای کلمه توحید جنگ کرد. نگفت نماز خونه، نگفت روزه گیری. نماز و روزه و حج زکات هیچ کس دعوت نکرده. 13 سال در مکه فقط برای کلمه چی دعوت کرده مردم؟ توحید. برای کلمه توحید دعوت کرده که من اشهد ان لا اله الا الله بگی. این کلمه که پر شد مدینه که اومد بعد گفت انما المؤمنون اخوتون، مؤمنین خدا برادری یکدیگرن. مؤمن برادری مؤمنه، مؤمن برادری مؤمن باشه این قدره. باور کنه امروز نماز هست، روزه هست، مسجد هست، زکات هست، لیکن نگاه میکنیم مسلمان سلام نمیتیه. در بین ما این پیشت میبین سلام نمیکنن قطعی، علیک نمیگیرن. سلام علیک نیست. این میده حتی که مسلمان در پیش میگذاریم پاش دراز کرده گیرن یک بی‌تربیه شیشته. حتی نه سلام داره، نه علیک داره، نه خستان داره. هر عرف و عادت مردم که او زیدی اسلام نباشد او را رعایت کردن شدن گناهگار نمیشود. هیچ گام نداره. من پاچه را دراز میکنه تا میشنه، پروا نداره. این ببینه حتی پروا نداره. همون پروا که نکرد دون که انمون نسبت انسان چی داره؟ مردمی ما یعنی اگه کینه میگیرن
چهره‌های بی‌معنی، افت بی‌معنی، حتی که مردمی خدمونه ای سرزمینی خدمونه در توجیک نمیزه که وقتی که با پیشش گذره آدمی کلان، پدرش، برادرش، حتی که همون آدمی دانشمند ملوش پشت دراز کردن یک به تربیتش نه این مودا نمیزه و این دیگه مردمانیو این آداب و اخلاق دیگر سرزمینه او سرزمینایی که نو در اونها اسلام چند سال شد آمدن شد 400 سال 300 سال شد اما ما مردمی هستیم که برابر دی رسول الله قریب مسلمانه پیامبر آمد زمان ابوبکر زمان عمر دا سرزمینای ما رضی الله تعالی عنه دا ما اسلام آوردیم زمان عمر دا که پیامبر مجموعاً از بین نه ممکن 15 سال بود یا 13 سال گذشتگی بدن سرزمینی فارس در زمان حضرت عمر اکنون رو به چه آورد ما اسلام آورد در زمان حضرت عمر دیگه حکومت زردشتی از بین گم شده بود زمان حضرت عثمان در بخارا زمین به پورگی اسلام آوردگی بود ما در زمان خلافت اسلام آوردگیم اما اینها در زمان امیرای اسلام آوردن این سرزمینای من قفقاز منطقه ها 300 سال شد مسلمانی شد امروز میبیایم مردم ما فرهنگ اخلاق در او پاش دراز میکنه با وجود که این برابر دی رسول الله مسلمانه هم خیلی هستیم یا نه به همو تقلید میکنن به همو سلامشون به همو علیکشون ما مردمی هستیم که 1400 سال شد قریب برابر دی رسول اکرم این همین سال شماری هجری همین سال بینه 1000 چنده برابر دی انا همین ما ایمان آوردگیم سلمان فارسی را بینه و صحابه را بینه بعده علما را بینه ما در زمان حضرت عثمان بخارا زمین رو به اسلام آورد الحمدلله باید از ما تعلیمات گیرن از ما شیشتنه یاد گیرن ای ما خستنه یاد گیرن از ما سلام یاد گیرن از ما علیکه یاد گیرن از ما گپ زدن و ریش ماندن و مقصد سلام ماندن یاد گیرن برای همین سببش چیه سببش همینه که انما المؤمنون اخوة مؤمنین خدا برادر یکدیگرن زیر سوال رفته این قدر پونکتا حتی تا 40 پونکتا برده علما رسوندن وقتی که ما مسلمان و برادر یکدیگر وقتی که ما مسلمان میگیم خودمانا این پونکتا را زنده کنیم اول در کار نیست با زبان لازم نیست که ما الحمدلله مسلمانیم در عمل نشان دهیم که ما مسلمانیم برای همون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آیه مبارکه قرآن مثال سوره حجرات انما المؤمنون اخوة مؤمنین خدا برادر یکدیگرن این اثباتش انمی اید در انمی مدرویه که همون روز اید گردن میکنی همون چیه هدیه دا مدرویه این همین آیه مبارکه قدی هدیه دادن سنت رسول اکرمه اید گردک سنت های هیچ کس حق نداره هدیه را من کنه هیچ کس حق نداره حتی همون اجداد رسول اکرم سیدزاده ها حق نداره هدیه را من کنه ولی هدیه به پیامبر حلاله یا حرام هدیه برای رسول اکرم حلال بود حلاله اینمی ایدگردک ده همین میدرویه امروز شما ایدگردک کرده همش بخش چی ده میدرومده همین هدیه ده برای همه مبارکه هدیه چرا قوی میکرده انا همون آیه مبارکه که ما را چی گفت برادر همین آدم ده بیایی و همین یک کرتت ای هوای خرسندش یا خفه همین آدم ده یک سقیش ده دستش ده هوای خرسندش یا خفه یک قندش چی دستش ده اینم یک کوچه در رفته سیو برادر ده میگی اینمی قندش شما چیکار کنی استفاده بره حتی پیامبر اکرم در روز عید هم کرته نو میپوشیدن هم خطبه نو میخوندن هم تبریکات عید میکردن هم دعا میدادن هم میگفتن تکبیر گوی هم کوچه ها ده زیاد بروی از همه نعمت بزرگ چیکار کنه هدیه یعنی هدیه کنه نبیره هاشون هدیه دادن در روز عید نبیره هاشون کرته نو گرفتن این سنت رسول اکرمه هدیه قسم به خدا برادری را به خود میکنن کیده نمیفوره که دستگیرش نکنن کیده نمیفوره توفهش نتیم انما المؤمنون اخوة معنیش همینه بین برادری میگه اسلام اینه بین که یکمش هدیه بده دویمش چی بده حسد نبره حسد بخیلی نکنی بین یکدیگریتون شکست یکدیگریتون نخره هیچ محل کینه نگیری بین یکدیگریتون
حتی در دیگر حدیث چون جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که انما المؤمنون اخوتون، شما برادر یکدیگریته. گفتن چیکار کنیم حضرت برادری را اثبات کنیم؟ گو بالای سودای برادرتون پا نگردونید. من یک برادر سودا کرده یک چیزا، شما برادری گو مسلمان گو بالای سودای برادرش سودا نمیکنه. من یک برادر چه سودا کرده مونی هوای سری مسئله بیاید یا همون مال دست کشه یا سودا شکنه با شما سودا کنید. امروز مسلمان اگر بالای سودای مسلمان دا پا گردانه اینم گناه های. ببین که چقدر این مسلمانی برادری چقدر بقوت بده. در دیگر حدیث گوهر باشن حضرت هفتم پونکت موندن که هر وقتا که انما المؤمنون اخوتون، گفتن مؤمنین خدا برادر یکدیگرن. گفتن چیکار کنیم؟ اولین چیزی که شما کنید گفتن چیکار کنید برادراتون خاطی؟ سلام کنید. سلام بلند سلام نگوی که آدم گناهگار میشه. از سلام گوی. نام خدا در قرآن سلام اومده گه، از سلام اومده گه، اسم معرفه قطعی اومده گه، السلام علیکم. یخی انسان وقتی تربیه داره سلام میگه میگذره میره. السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. این هم در لفظ حدیث آمده. یکمین چیزی که در برادری را معلوم کرده این چی بده؟ سلام دادن. هشتمین پونکتی که بعد این اضافه کردیان خصوصا فخر رازی و دیگر علما آوردیان در همین بخش مومنین خدا برادری مومن برادری مومنای هدیه حسد نبره، شکست اردوش نکنه، کینه نگیره، صلح کنه، اصلاح کنه. هفتمش سلام. هشتمش چی بدن عزیزان؟ یعنی که مومنین خدا اگر بیمار شوند اونها را چیکار گیره؟ شما خبر گیره. مسلمان کسان باشد خبر گیر. اخلا یا پیامش روی که یا کسی سلام روی که خوبه چی خیلی رفته خبر گیر. نهمش علما اثبات کرده که بدستیان اگر مسلمان از دنیا رفت چیکار کنی رفتن؟ جنازه ش خونه، جنازه مسلمان خونه. انامینه برادری. این خیلی نیست که فرض کفایه گوی یک قشلاق یک کس روی سر ما ساقط میشود. نه، این با حق برادری بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که حق برادری انامین است که سلام دادن جواب ده، سلامش ده جواب بگیر، بیمار شد خبر گیر، جنازش از دنیا گذشت حتما جنازش شرکت که. این همین برادری اسلامی بده. خیلی گم نیست اما مسلمان و برادر یکدیگری میمون با چیکار کردن میگه دخش کردن گیر. انا پونکتو نبینین. یکی از همین ایامی که ما میریم خبر میگیریم همین بخش چی در اومده؟ بخش هدیه در اومده. بخش هدیه که در اومده سنت رسول اکرم ده. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند انما المؤمنون اخوتون، مؤمنین خدا برادر یکدیگر هستند و برادریتون اثبات کنید. برادری را اثبات کردن در کاره. این ندای قرآنی انما المؤمنون اخوتون، این ندای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انما المؤمنون اخوتون. این مسلمانان مؤمنین خدا برادر یکدیگرند، یا مسلمان برادر مسلمان یا مؤمن برادر مؤمن. و جناب پیغمبر فرمودند که اثباتش کنید که شما چگونه مؤمنین. در حدیث گوهربارشان حضرت فرمودند که مؤمنین خدا برادر یکدیگرند. گفتن اثباتش کنید. گفتن چگونه اثبات کنیم حضرت؟ گفت به هدیه. یکم چی بدهیم برادر اثبات کردن؟ هدیه. یعنی شما گفت به هدیه یکدیگریتون اثبات کنید که شما چگونه برادری. ما چگونه برادریم؟ یکم معلوم میشه که مؤمنین خدا به هدیه دادن مسلمانیشان آشکار میکردیم. این همین جهان ما اید گردن میکنیم. یک تاش به چی بدهیم؟ به هدیه. ما خونه یکدیگر میریم هدیه میتیم، در کوچه میبینیم هدیه میتیم. باید این خصلت مسلمان باشه. هدیه این سنت رسول اکرمه. یکمین کلمه ای که امروز میگن مومن برادری مومنه طبق حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این چی بده؟ هدیه بوده است. یکم هدیه بوده. در دیگر حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتگی بدیم که مؤمنین خدا با یکدیگر برادرند. پیامبر فرمودند ولا
تحاسدوا. ای مسلمانو، ای مؤمنین خدا، شما به یکدیگرتون هدیه که دادین، بعد از هدیه شما بین یکدیگریتون حسد نکنین. این دیگری از همین اثبات مسلمانی آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما چیکار نکنین؟ بس کنین بخیلی را بین یکدیگریتون. اثبات مسلمانی یک تاش مؤمنین خدا برادری یکدیگران حسد نکنین. چه خیلی مسلمانه که شما حسد میبره؟ چه خیلی مسلمانه که میگه شما حسد میبره؟ وقتی انما المؤمنون اخوتون، شما برادر یکدیگرتون هدیت حسد نبره. ولا تحاسدوا، حسد نکنه بین یکدیگریتون. ولا تناجشوا، بین یکدیگریتون شکست یکدیگریتون آرزو نکنه. تناجش چی بوده؟ یعنی که شکست، یعنی شکست نکنید بین یکدیگریتون. چی خیلی تو آرزو میکنی که برادر رو در شکست زنه؟ این چی خیلی مسلمانیه؟ هدیت حسد نکنی، شکست نبری بین یکدیگریتون. ولا تباغضوا، بین یکدیگریتون کینه نگیره. نبین که چهارمش پیامبر اکرم گفته چی نکنی برادرها؟ کینه نگیره شما. وقتی که مسلمان ها برادر یکدیگری بودین، طبق حدیث اکنون آیه مبارکه تفسیر میشده. انما المؤمنون اخوتون، هدیت حسد نکنه، شکست نخوره، کینه نگیره. ولا تباغضوا، و کینه نگیره شما. بعد از این حضرت با فرمودن صلی الله علیه و سلم یک بین یکدیگریتون همیشه چیکار کنه؟ چیکار میکردیم ما؟ فاصلحوا بین اخویکم، شما بین اخویکم چیکار کنه؟ صلح کنه. آدم به جنگ نمیشه و به قهرگی نمیشه. بعضی انسان ها رفتارشون بزیبه، فعلشون بزیبه، تربیتشون بزیبه، لیکن شما از دروازه چی بیایه؟ صلح بیایه. شما خیلی بینین بخشین شب کمبوتیاش اصلاح کنین. یکم پنجمین پونکتی که برادری را بقوت میکنه نامی او چی بده؟ صلح. ششمیش یعنی شما یکدیگریتون چیکار کنه؟ یکدیگریتون اصلاح کنه. شما اصلاح کنه یکدیگریتون. بینین که بین یک کلمه مومن، برادری مومن چند معنی بده. این پونکتو زنده میشه ما برادری. این پونکتو زنده نشما، این شعار در همه دهنی دیوال کشال میمونه. مهنت شرف اینه که پورا اوجه تنبال. مهنت شرف همه ایجادن خیلی شعاره. اسلام دین شعار نیست. ما چی در کنه شعار در دیوال کشال میکنیم، در تنه یک مکتب میزنن، دانش اندرجه دل چراغی روشن است، لیکن پوری بسواد مکتب. ما چی در کار؟ فقط شعار. چی در کار ما در شعار بازی؟ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت الرؤوف الرحيم. پروردگار ما را برادری ما را مستحکم کن، برادری ما را واقعی برادری گردان. انا همون تفسیری که پیامبر نسبت این آیه مبارکه کرده، ما 8 یا 9 تاش گفتیم. خداوند همه را عملی کردنش برای ما نصیب روزی گردان. آمین یا رب العالمین. صفاتنا